سرخط مهمترین خبرها: بسته شدن راه دوشنبه چناق در پی باریدن برف زیاد. در ثمر چند کار دیگر را برای مهاجران منع کردند و ناراضگی ازبکستان از مشکل شدن واردات مال به تاجیکستان. سلام بینندگان عزیز، آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان می‌کنیم. امروز 22 ژانویه سال 2026 است. برنامه را از آخرین خبرها درباره وضعیت در راههای کشور آغاز می‌کنیم. در پی باریدن برف زیاد راه دوشنبه چناق یگانه مسیر میان ولایت سوخت و شهر دوشنبه بسته شده است. دفتر مطبوعاتی شرکت ایرس که مسئول نگهبانی راه است به رادیوی آزادی گفت روز 21 ژانویه در این مسیر 23 ترمه فرآمده است و برای همین حرکت همگونه واسطه نقلیات موقتا منع شد. صبح 22 ژانویه نمایندگان شرکت ایرس گفتند که شب گذشته باز 6 ترمه فرآمده است و کارمندان شرکت راه را از برف تازه کرده ایستادند. هنوز معلوم نیست که راه دوشنبه چناق کی برای حرکت نقلیات باز می شود. شام 21 ژانویه در شبکه‌های اجتماعی نوار پخش شد که در آن دیده می شود یک ماشین سبک‌رو زیر ترمه مانده است و رانندگان تلاش دارند آن را برآورند. نمایندگان شرکت ایرس تصدیق کردند که شام 21 ژانویه یک ماشین تمغه آپل در کیلومتر 66 و در ناحیه ورزاب زیر ترمه مانده است. با گفته دفتر مطبوعاتی شرکت، کارمندان ایرس همراه با ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی راننده و مسافران داخل ماشین را برآوردند و کسی زخمی یا هلاک نشده است. در دفتر مطبوعاتی شرکت گفتند خطر فرآمدن ترمه یا بهمن در راه دوشنبه چناق هنوز هم زیاد است. شرکت ایرس که مالکش معلوم نیست مسئول نگهبانی راه دوشنبه چناق بوده برای این از رانندگان مبلغ میگیرد. در همین حال کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان هم خبر داده است که نجات دهندگان برای برطرف کردن عاقبت‌های ترمه و نظارت حرکت نقلیات بر راه دوشنبه چناق فرستاده شدند. این نهاد از رانندگان درخواست کرده است که پیش از سفر بعضی راه‌ها را آموزند. شورای پیمان ملی تاجیکستان، یک سازمان مخالف دولت و ممنوع در کشور، محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی و وکیل سابق پارلمان را دیگر باره رئیس پیمان انتخاب کرده است. پیمان ملی روز 21 ژانویه در یک بیانیه رسمی گفته است یک گروه کاری که از سال گذشته باید راهکار و راههای آینده پیمان را معلوم می‌کرد، توصیه داده است که امسال انتخاب رهبر نو بررسی نشود. پیمان ملی تاجیکستان که ماه سپتامبر سال 2018 در خارج تأسیس یافت، از انجمن آزاداندیشان تاجیک، جنبش اصلاحات و رشد، اساتسیاسیون مهاجران آسیای مرکزی و حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تشکیل یافت. سال بعد دادگاه عالی تاجیکستان پیمان را افراطگرا و تروریستی اعلام کرد، اگرچه اعضای ائتلاف اتهام را بی‌اساس می‌نامند. جنبش اصلاحات و رشد قرارگاهش در آمستردام ماه آگوست سال 2024 از هیئت این پیمان بیرون شد. رهبر سازمان شراف‌الدین گدایف تصمیم را به نقض اصول دموکراسی و مساعدت به تشکیل دیکتاتور در داخل پیمان نامید. انتخاب دیگر برای محیدین کبیری به مقام رئیس پیمان ملی تاجیکستان زمان صورت می‌گیرد که چندین نفر از عضویت حزب زیر نظر او دست کشیدند. خودش گفته است اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی تحت فشار مقامات امنیتی تاجیکستان که خانواده‌های آنها را در داخل آزار و اذیت می‌کنند خارج می‌شوند، نه با نشانه اعتراض از سیاست و عملکردهای رهبریت حزب. فعالیت حزب نهضت اسلامی یگانه حزب مخالف دولت از سال 2015 در تاجیکستان ممنوع است. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. در ولایت ثمر روسیه کار کردن مهاجران در بخش‌های باررسانی یا کوریر، فروشنده، راننده و آموزگاری را منع کردند. با گزارش خبرگزاری تاس، محدودیت نو از ماه اپریل امسال اجرایی می شود. والی ولایت هدف از منع کار مهاجران در چند بخش را تامین امنیت شهروندان و حفظ بازار مهنتی ثمر عنوان کرده است. بر اساس این قرار مهاجران در ولایت ثمر دیگر حق ندارند همچون راننده در همه گونه نقلیات جمعیتی کار کنند. بخش باررسانی یا کوریر که از کسب‌های درآمدناک برای مهاجران به شمار می رود، اکنون در ثمر برای مهاجران منع می شود. مقامات روسیه در سالهای اخیر محدودیت‌ها برای مهاجران کاری را بیشتر کرده، کار کردن شهروندان خارجی را در چندین ساحه‌ها منع کردند.
معاون نخست وزیر ازبکستان از آن شکایت کرده است که تاجیکستان برای واردات محصولات ساختمانی ازبکی مانع‌های گمرکی ایجاد کرده است. صاحبان بعضی شرکت‌های تولید محصولات ساختمانی از جمله ناف، عبدالحمید انور از آن شکایت کردند که در وقت صادر کردن محصولات ساختمانی از ازبکستان به تاجیکستان با مشکل روبرو می‌شوند. با گفته صاحبکاران ازبک، صرف نظر از پیشنهاد بسته حجت‌ها، مقامات گمرک تاجیکستان محصولات را با تأخیر حجت گذاری می‌کنند و این باعث می‌شود که ارزش مال و کالا 15% زیاد شود. مقامات تاجیکستان از جمله خدمات گمرک در این باره اظهار نظر نکردند. جمشید خوجایف، معاون نخست وزیر ازبکستان، در واخری با صاحبکاران هشدار داده است که کشورش چاره‌های مانند را برای واردات مال و محصولات تاجیکستان جاری خواهد کرد. تابستان سال 2025 تاجیکستان و ازبکستان برای بعضی مال و محصولات همدیگر باج گمرکی جاری کردند. از جمله تاجیکستان از نوری‌های مینرالی، شیمیایی و ازاتی که از ازبکستان آورده می‌شود باج وارداتی می‌ستاند. در عوض ازبکستان هم از سمنت تاجیکستان باج گمرکی خواهد گرفت. قبلا مقامات گمرک ازبکستان حجم باج گمرکی برای سمنت تاجیکستان را از $35 برای هر تن به $300 زیاد کردند. دزدگرفتی تاجیکستان و ازبکستان بعد سال 2018 و باز شدن مرزها به مراتب زیاد شد. هفته گذشته رادیوی آزادی درباره بحث یک زن تاجیک گزارش داد که به گفته خودش شوهرش او را فریب داده مال و اموالش را فروخته است. این گزارش در شبکه‌های اجتماعی بحث باوری همسران را در تاجیکستان داغ کرد. ما از ساکنان و مهمانان دوشنبه پرسیدیم که آیا به شوهر یا همسرشان در مسائل‌های پولی و مالی باوری دارند؟ پاسخ ساکنان را با هم ببینیم. بعد از کجا باوری داره که مثلا پولش ما یگون جای بیهوده خراجات نمیشه؟ همین یگون میکره از خود کنه همش همون با اجازه تیما مثال میگه که من مثلا پول میگیرم میبرم مثال وای میکنم راست خود میکنم میگه روزی ما که روزی که باشم با میگیرم میبره راست خود میکنم. خیلی باوری دور ما ویلم داره پول میشه باوری کردن اگر سال ما باوری ما حتی پیش زدیم چه همه 50 سال یک جا زنده کردیم و باور نمیکنیم. بس برای چی جوانای حاضر کم بعد تربیت دیگه پیش دیگه بود. زن حرمت کردن در کویلا پیغمبر هم گفته گه. زنم یک دختری یک انسانی دیگه و همچون دختر برین نزدن در کوره حرمت کردن در کوره حرمت کنید عزت میابید. همین دنیا اثر همه میموند. من دکلم همین برای یک خانه خریده بودم همین خیلی بحثی 2 سال و 2 ماه دوام کرد. اثری هم میموند. فقط آدم گندگیش میمونه تمام. ما مثلا مصلحت کردیم. با مصلحت یک دیگر ما فقط یک کار اجرا میکنیم ده. ما مثلا همین زن باید چیکار کند که شوهر پولا را برده مثلا در جای نادرست خراجات نکند و فریب نکند؟ زن باید یک چیزی اصلا در همین زندگی که همین یک دیگر فهمی که باشه مرد که باور میکنه زنک ده. همین زنک ایلون زبانش گپ میشنوده. همین زبان که اداره کرده همه چیز به همین راه میرفتن میگیره. برگردیم مثلا حاضر برای چی بعضی مثلا زن و شوهرای جوان باور ندارن به دیگرشون برای پول و مال سالها دعوا و کشاکش میکنن. برای که بچه‌های حاضر فرم میکنن دخترها را. میرن دخترها را میگیرن میرن با راستی میرن دیگر نمیان. فرم میتن در عشق نمی چیزی دنیا رفته گی هم دخترها هم بچه‌ها در فکری زندگی مثال که میگن که ما اویلا بنیاد میکنیم و همین خیلی باید زندگی کنیم در پای زندگیشیم ای پای زندگیشیم نیستن فقط چیز پول خونه حوض دخترای زیرا بگوی که نه خونه داره مثال اتاق و چشم زندگی نمیکنه میگیرم بچه را اگر خونه نداشته باشه روزی نمیشه اون دختر. ما در میان نسل جوانان امروز اویله های جوان بعضی چند سال برای مال و ملک کشاکش و بحث میکنن. اوزیدم دنیا هم خیلی شده است. دنیا یک مال پرستی شده است یک چیز پرستی شده است. ما از هویت اسلامی دور رفتیم. ما هم دیگر فهمی نیست هم در حویله هم در جمعیت هم در همه جا باید هم دیگر فهمی باشه. بینندگان عزیز اگر شما هم در این موضوع نظری دارید لطفاً در زیر برنامه نویسید. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 22 ژانویه را فرا میگیرد.
моҳи январи соли 1933 пойгоҳи Академияи илмҳои Иттиҳоди Шӯравӣ дар Тоҷикистон таъсис шуд, ки баъдан бо институтҳои геология, ботаника, зоология ва паразитология, таърих, забон ва адабиёт табдил дода шуд. фаъолияти босамари таҳқиқотии ин пажӯҳишгоҳҳои илмӣ заминагузори таъсиси Академияи илмҳои Тоҷикистон дар соли 1951 гардид, ки раҳбарии онро бо пешниҳоди Бобоҷон Ғафуров, нависанда ва донишманд Садриддин Айнӣ ба уҳда гирифт. бо вуҷуди нақши муайяне дар рушди илми тоҷик ҳам замони шӯравӣ, ҳам дар давраи истиқлолият ин ниҳодро барои номустақилӣ ва ба сиёсати ҳукумат мутобиқ шудани илм ва фаъолиятҳои илмӣ интиқод мекунанд. 22 январи соли 1992 дар назди Девони вазирони Тоҷикистон саридораи назорати гумрукӣ таъсис ёфт ва баъдан бо сохтори ҷудогонаи Кумитаи гумрук табдил дода шуд. дар оғози таъсисашон тавонист аз мавҷи бузурги интиқоли молу таҷҳизот аз Тоҷикистон ба Русия пешгирӣ кунад, аммо акнун ришваситонии бархе аз кормандон ва пардохтҳои баланди гумрукӣ мавриди танқид қарор мегиранд. 22 январи соли 2009 бо як фармонаш президенти вақти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Барак Обама ба бастани боздоштгоҳи Гуантанамо дар Куба амр дод. ин замоне буд, ки дар Гуантанамо наздик ба 250 нафар бо иттиҳоми даст доштан дар терроризм нигаҳ дошта мешуд ва 21 нафар мавриди муҳокима қарор доштанд. дар Гуантанамо дар умум 12 шаҳрванди Тоҷикистон ҳам, ки дар ҷангҳои Афғонистон зидди нирӯҳои эътилофӣ ҷангиданд, нигаҳдорӣ шуда баъдан бархе ба Тоҷикистон истирдод шуданд. شبانه‌روز اخیر قرب دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سامانه کمی بالا رفته ارزش روبل روسیه باشد به تغییر مانده است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 116,118 سامانه برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 930 سامانه ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 22 ینور چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. ممنون از همراهیتان تا آخر برنامه. خدایا و نگهدارتان باشد.